چه چای تلخی. از اولش هم گفتم این دختره دستپختش اصلا خوب. یار مادر تو هم برات بونه میگیردی. خب چای بیا از تلخه دیگه، چه زبونه پهلی میگنی؟ بخور برات کار خوب. 30 سال وایس بچه بزرگ کن، با سیم زمون وایس جلو جوابتو بده. مادر جون فرهاد که چیزی نگفت اصلا، الان براتون شیرینش میکنم. بفرمایید. دیدی بهت گفتم این دختر قصد جون منو داره. حالا بیا تحویل بگیر آقا فرهاد. شما بگو چی میخوری، من همونو برات بیارم. یعنی هرچی بخوامو دارید؟ بله. بیا بچه هم ورشکست کردی از بس به فکر شکمتی. فرهاد جان سوختش داره تموم میشه ها. مادر اصلا مبت شکمم یلده دیگه رد گپه. ای خاک تو سر زنزلیلت. اصلا من بلند میشم بیارم. ای خدا اصلا من بد کدوم که گپ زدم. بیا نرو بعده و خجله ایر بگی. ای بابا Likey